دارید یه ترشی درست کنید که 24 ساعت بعد آماده خوردن باشه؟ الان که فصل گل کلم و انداختن ترشی‌های خوشمزه هست، پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو رو با من همراه باش، چون قراره ترشی مورد علاقم رو با هم دیگه درست کنیم. ترشی پرطرفداری هم هست، بهش میگن ترشی مشهدی یا ترشی گوجه یا سالاد فصل هم صداش میکنن. اسم زیاد داره اما در نهایت خیلی خیلی خوشمزه است. برای درست کردنش 2 کیلو گوجه احتیاجه که گوجه ها رو بشورین، کلاهکش رو جدا کنید و با چاقو 2 تا خط مثل به علاوه پشت گوجه هاتون بندازید. خب الان که پشت همه گوجه ها رو خط انداختید، اونا رو باید توی یه قابلمه مورد نظرتون بریزید. و توی قابلمه‌تون رو با آب پر کنید. بذاریدش روی حرارت. اجازه بدید تا بجوشه. 15 دقیقه بعد از بجوش اومدن حرارتش رو خاموش کنید. الان میریم توی این فاصله سراغ گل کلم ها. به حدوداً 2 الی 3 کیلو گل کلم احتیاجه که خوب بشورید و بعد اون رو باید به قطعات ریز خرد کنید. ببینید به چه صورت من خردشون میکنم. بهتری که سایزشون در این اندازه باشه، نه خیلی درشت نه خیلی ریز ریز. خب گل کلم‌ها که خرد شدن بذاریدشون کنار و بعد میریم سراغ مابقی مواد که ریزشون کنیم. به هویج و خیار کرفس احتیاجه. هویج حدوداً 5 عدد یا 6 عدد سایز متوسط و بعد اون رو باید هر طوری که دوست دارید ریز و خردشون کنید.